ای وطن ما تو را گلستان میکنیم، تاریخی نوین را درخشان میکنیم، ما تنفیذ و تحکیم قرآن میکنیم، جان برای حفظت ما قربان میکنیم. ما سرپلانی که شکر و فضل خدا امارت اسلامی خواسته را تطبیق کنه، گرچه باید قبلا تطبیق میشدیم ما سرپلان. ما مردم خوش هستیم که سرک‌ها باز میشه، ازدحام ترافیک کم میشه، رفت آمد خوب میشه، چون میفهمید شما که قندوز شهر کوچه هاست. این سرک‌ها که برای خیلی ما مردم بر ما راحت میشن، مسئولیت خیلی خوب میشه. بیاری کنیم از سرحد و مرزت پاسداری کنیم، خونی دل تو را آبیاری کنیم. به طول سالهایی که انقلاب بود جنگ بود، نمی 4 سبا است ما امنیت دیدیم. زمان امارت اسلامی قبلا کوچه به کوچه میگشتیم، بازم شکرگزاری میکنیم. ما بسیار شکر خدا را میکنیم با می امارت اسلامی که آمده اینجا حاکم است، امنیت تامین کرده، سرکار تطبیق بکنه، مصرف پلان تطبیق کنه، سرکار بکشه. ما راحت میشیم، دعاگوی هستیم با امارت اسلامی. میکنیم ما تنفیذ و تحکیم قرآن میکنیم، جان برای حفظت ما قربان میکنیم.